کتاب خوندن خیلی کار لذت بخشیه، اما خیلی اینطور فکر نمی‌کنن، چون از نظرشون کتابا کسل کننده است یا هنوز کتاب خوب برای شروع پیدا نکردن. امروز میخوام 5 تا کتاب مناسب واسه شروع کتاب خوندن رو بهتون معرفی کنم. سلام کتاب خونا، من پانیم و اینجا بوکنتاکه. خب آقا، یه هفته جدید و یه ویدیوی جدید، دست و قورای بلند. از اون جایی که کتاب خونی یه مقوله خیلی مهمه که هم آرامش بخشه، هم سرگرم کننده است، هم یه چیزی بعضی اوقات بهت اضافه میشه. میدونی لزوما کتاب خوندن به این معنی نیست که حتما یک بار معنایی بهت اضافه بشه یا معلوماتت بره بالا یا باهوشتر بشی. من یه ویدیو یه بار دیدم که خانم داشت میگفت کتاب خوندن قرار نیست حتما تو رو باهوشتر کنه، قراره واسه یه مدت کوتاهی هم که شده ذوق درونت رو به وجد بیاره و این بهترین دلیلیه که به نظر من بتونی کتاب بخونی. حالا من چند تا کاتگوری براتون دارم امروز که توی 5 تا کتاب خلاصه میشه که میخوام بهتون معرفی کنم. از هر کاتگوری کدوم کتاب بخونین تا به دنیای کتاب وارد بشین. بریم. نظرتون راجع به این رنگ چیه؟ اول از همه میریم سراغ ادبیات روسیه. خیلی ها رو دیدین که کتابایی میخونن از ادبیات روسیه یا نویسنده های روسی رو بهتون معرفی میکنن، اما خیلی مهمه که چه کتابی رو از چه نویسنده برای شروع انتخاب بکنین. نمیتونی همون اول کاری برین سراغ کارهای سخت خوان و پرحجم و سنگینشون. پس برای نویسنده اول که خیلی هاتون هم اسمشو شنیدین، میخوایم بریم سراغ داستایوفسکی، فیودور میخائیلوویچ داستایوفسکی. داستایوفسکی کتابای خیلی 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 خوب و ارزنده و واقعا مهم و ارزشمند در طول زندگیش نوشته که من عنوان اولین کتاب میخوام یکی از کاراشو بهتون معرفی کنم که برای خواننده و مخاطب روون نثر خوبی داره و تو مایه‌های عاشقانه و غم انگیزه. و خب اون چیزی نیست جز شب‌های روشن. شب‌های روشن بچه‌ها یک داستان عاشقانه و غم انگیز درباره یک مرد تنهاست که توی 4 شب کوتاه معنی عشق، رویا و تنهایی رو تجربه میکنه، اونم به واسطه آشنا شدنش با ناستنکا. کتاب خوشخوانیه، همونطوری که میبینین حجم کمی داره و میتونید حتی توی 1 روز تمومش کنین. من به واسطه این کتاب مامانم رو دوباره با دنیای کتابا آشتی دادم و الان هر از گاهی یک کتاب از من میگیره و میخونه و خب این خیلی خوبه. چیزی که درباره شب‌های روشن هست، خیلیاتون ممکنه درک کنین انتخابی که شاید ناستنکا داشته و تجربه کرده باشین احساسی که کاراکتر اصلی مرد تجربه کرده. پس به این دلیل کتاب شب‌های روشن از داستایوفسکی برای شروع ادبیات روسیه و این نویسنده انتخاب خیلی خوبیه. ترجمه پیشنهادی من از داستایوفسکی همیشه سروش حبیبیه که این یک کتاب از نشر ماهی هستش، اما ترجمه حمیدرضا آتشبراب هم موجوده که خیلی پاورقی و تفسیرهای زیادی داره که اگه دلتون بخواد میتونید اونو بخونید. اما من خب همیشه چون ارادت خاصی به سروش حبیبی دارم سعی میکنم که همیشه ترجمه های ایشون رو بخونم، ولی خب اگه میخواین تفسیرها و توضیحات بیشتری داشته باشه ترجمه حمیدرضا آتشبراب هم هست از نشر پارسه. شاهکار بعدی کوتاهی که میخوام بهتون معرفی کنم، باز هم خیلیاتون اسمشو شنیدین، هست مرگ ایوان ایلیچ از لیو تولستوی. مرگ ایوان ایلیچ بچه‌ها چرا انقدر معروف شد و چرا یک شاهکاره؟ داستان مرگ ایوان ایلیچ داستان یک قاضی موفقه. زندگی درستی داشته، شغل خوب، مقام خوب، احترام، خانواده، اما یک روز دچار یک بیماری لاعلاج میشه که روز به روز اونو بیشتر به کام مرگ نزدیک میکنه. توی روزهای آخر زندگیش تازه میفهمه که زندگی نکرده و انسان در اون لحظات پایانی چقدر میتونه تنها باشه. تولستوی با این داستان کوتاه ما رو مجبور میکنه که به این فکر کنیم آیا واقعا داریم زندگی میکنیم یا تمام عمر تنها داشتیم تظاهر میکردیم به زندگی. باعث میشه به این فکر کنیم که آیا وقتی یک روز مردیم از تجربیاتی که توی زندگی داشتیم راضیم، از زندگیمون راضیم. و آره، من این کتاب رو با پدر بزرگم خوندم، یعنی اول من خوندمش بعد دادم اون بخونه و آره دوتامون جذبش شدیم و دوستش داشتیم
کتاب خوبیه. من باز هم از ترجمه سروش حبیبی خریدم این کتاب رو و از نشر چشمه. همونطور که میدونید من خیلی نشر چشمه رو دوست دارم و یه ارادت خاصی بهش دارم، ولی باز هم از آقای حمیدرضا آتشبراب هم این ترجمه داره. باز هم مثل قبلی پر از تفسیر و پاورقیه که اگه با نثرهایی که توضیح بیشتری دارن راحت ترین میتونید اون کتاب رو تهیه بکنید، ولی من خودم ترجیح میدم همیشه از سروش حبیبی بخونم کتابا رو. پس آره از نشر چشمه. سخت خوان نیست، یعنی اگه بخواین هم میتونید از همین نشر بخونید با همین ترجمه. صرفا برای اونایی میگم که تفسیر بیشتری میخوان، ولی من خودم همیشه انتخابم نشر چشم است. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم باز هم از تولستوی و کتاب شیطان هستش. بچهای تلگرام میدونم من چقدر با این هرس خوردم. اصلا ویدیوی زجه زدن من موجوده بچه‌ها، میتونید برید ببینید. نترسید، نه اصلا قرار نیست چیز بدی بهتون معرفی کنم. Trust the process. داستان شیطان درباره یک کشمکش اخلاقی یه مرد بین وسوسه و وجدانشه. پر از تنش روانی این کتاب و نشون دهنده نگاه عمیق تولستوی به طبیعت انسانه. در طول داستان شیطان میپردازیم به زندگی کاراکتر اصلی که عاشق میشه، ولی بین عقل و وسوسه‌اش گرفتار میشه. هر چقدر سعی میکنه خودش رو کنترل کنه، از درون اون منجلاب خودش رو نجات بده، بیشتر فرو میره توی باطلاق وسوسه و گناه. تولستوی با این یکی کتابش نشون داده که گاهی بزرگترین دشمن انسان در واقع خودشه. کتاب خوبیه و میتونم بهتون بگم تأثیر بیشتری به مراتب روی من گذاشت نسبت به مرگ ایوان ایلیچ. نمیگم که بهتر از مرگ ایوان ایلیچ، ولی خب برای من به شخصه تاثیرگذاری بیشتری داشت این کتاب. همونطور که میبینید باز هم حجمش کمه، خیلی راحت میتونید تمومش کنید و از خوندنش لذت ببرین. آره چرا که نه. من فکر میکنم اساسا تولستوی با کتابهاش میخواد به این اشاره کنه که چقدر انسان میتونه رذل باشه، چقدر میتونه، بهتر اینطوری بگم، از داشته های خودش هیچ وقت راضی نیست، از چیزی که در حال حاضر داره هیچ وقت راضی نیست، همیشه بیشتر میخواد و گاهی این بیشتر خواستن، این زیاده خواهی تو رو توی منجلابی میکشه که بیرون اومدن ازش واقعا کار راحتی نیست و دیگه تو اون آدم قبلی نمیشی. درست مثل کتاب آنا کارنینا که تقریبا همچین روایتی ولی با کاراکتر زن اصلی این دفعه روایت شده بود. پایان‌ها تقریبا یک شکله برای کسانی که از زندگی خودشون، از این همه داشته و احترامی که توی زندگی دارن راضی نیستن و چیزی بیشتر میخوان و همونطور که گفتن این زیاده خواهی آخر یه جایی یه کاری دستشون میده که هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. وو، چطوره بریم سراغ یه نویسنده دیگه از انگلستان دوستان؟ نظرتون راجع به جورج اورول چیه؟ و سبک سیاسی نوشتن. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم خیلی اسمشو شنیدین و احتمالا خیلیاتون خونده باشین، اما خب میخوام به اونایی که تا حالا شروع نکردم معرفیش کنم که اسمش از مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات از جورج اورول. داستان این کتاب راجع به اینه که یه روز حیوانای مزرعه منور تصمیم میگیرن تا از ظلم مزرعه دارشون و کلا انسان‌ها خلاص بشن. پس به رهبری خوک پیرشون میجور دست به یک انقلابی میزنن تا دنیایی بسازن که همه توش برابرن و حقشون هیچ موقع ضایع نشه. اما کم کم اون رویای آزادی تبدیل میشه به یک کابوس قدرت. خوک‌ها جای انسان‌ها رو میگیرن و به بهونه اینکه میخوان رهبریشون کنن بقیه حیوونا رو، دست به جنایت‌های وحشتناکی میزنن و یه جورایی همه اون کابوس‌هایی که قبل از انقلاب داشتن دوباره تکرار میشه، چه بسا به مراتب بدتر از قبل. مزرعه حیوانات داستانیه درباره اینکه چطور آرمان‌ها میمیرن وقتی که قدرت وارد بازی میشه. کتاب خیلی خوبیه، هر کس به شخصه که میخونه مقایسه میکنه با حکومت زمان خودش، هیچ محدوده زمانی هم نداره و برمیگرده به برداشت شما از این کتاب، برمیگرده به برداشت شما از دولت‌های توتالیست و بعضی جنبه‌های امپریالیسم که
میتونین معنیشو داخل این کتاب متوجه بشین. توتالیسم بچه‌ها یعنی یک حکومتی که تمام بیخوبون زندگی شما رو در دست میگیره، انتخاباتون رو در دست میگیره، حتی تفکر و باورهاتون رو به دست میگیره و کنترلشون میکنه. یعنی شما هیچ انتخابی از خودت نداری، همه چیز برات برنامه‌ریزی شده و اون برنامه‌ریزی هر لحظه میتونه تغییر کنه و تو هیچ قدرت انتقاد و مخالفت نداری. توتالیسم همچین چیزیه و این کتاب کاملا به نثر خیلی خوبی با ترجمه آقای کاوه میرعباسی بهتون اینو نشون میده و روایت میکنه داستان رو. باز هم از نشر چشم است این کتاب. من ترجمه آقای کاوه میرعباسی رو واقعا قبول دارم و چندین کتاب ازشون خوندم، پس تضمینی دارم معرفی میکنم. همونطور که میبینین باز هم حجم کوتاهه، حجم کمه و شما میتونید توی یکی دو روز راحت جمعش کنید و بدونید که یک شاهکار خوندید، یک شاهکار ادبی خوندید از یک نویسنده فوق العاده. خب چطوره که یکم از این حال و هوای دارک و سیاسی و حکومت و اینا خارج بشیم؟ بیام یه فانتزی بهتون معرفی کنم. چرا که نه؟ فانتزی که میخوام بهتون معرفی کنم یه کتاب خیلی آشناه. چرا میگم آشنا؟ به خاطر اینکه خیلی همون توی بچگی با انیمیشنش خاطره داریم و اون داستانی که داخل اون انیمیشن بود یه قسمتش داخل یه گوشه از ذهنمون مونده و همیشه برامون سوال بود که سرنوشت اون دوتا چی شده بود. کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم هست Wings of Starlight. Wings of Starlight یا بالهای نور ستاره اگه اشتباه نکنم. داستان ملکه کلاریون و اون پادشاه سرزمین برفی از انیمیشن تینکربله. بچه ها نمیدونین من چقدر منتظر بودم این کتاب بالاخره به دستم برسه و بخرمش. این کتاب سرگذشت و پیش زمینه ملکه کلاریون و پادشاه سرزمین برفی رو برامون روایت میکنه. اینکه چطور ملکه کلاریون مجبور بوده مانع‌ها و بایدها و نبایدها رو دور بزنه، از یه سری قوانین سرپیچی کنه تا وارد جنگل برفی بشه و یه عشق قشنگ و ملاقات کنه. البته همه چیز به این سادگی که من دارم میگم نیست و خب اونجوری که فکر میکنی این کتاب ملو هم نیست و قطعا با سختی های روبروان. اینه که این کتاب رو خیلی خاص میکنه، چون همه فکر میکنن که داستان فانتزی بچگونه است، اما اصلا اینطور نیست. یه عاشقانه پر از عشق ممنوعه، جادو و قانون شکنیه. پس Wings of Starlight بچه ترجمهش هست. من نمیدونم نشریات خاصی این کتاب ترجمه کرده یا نه، اما پیج پیکسی هالو بوک رو من دیدم که این کتاب موجود کرده. فکر میکنم از مترجمای خودشون هم باشه، دقیق نمیدونم. من نسخه توان اصلیشو گرفتم ولی اگر بخواین ترجمهش هم هست. قیمتش هم فکر میکنم خوب باشه، نمیدونم الان قیمتش چنده ولی فکر نمیکنم زیاد باشه. اگه بخواید میتونین از پیج پیکسی هالو بوک سفارشش بدید. خب اینم از معرفی 5 تا کتاب از توی کتابخونه خودم که شخصا خوندم تا بهتون یه تجربه مفید رو واسه کتابخونه پیشنهاد بدم. این 5 تا کتاب واقعا ارزش خوندن داره. هر کی خونده پشیمون نشده، اومده بازم جنس خریده. از ببینم تضمینی بهت معرفی میکنه. اگه شما هم کتابایی رو میشناسین که واسه شروع کتابخونی مناسبن، خیلی خوشحال میشم داخل کامنت ها بهمون معرفی کنین که بچهای دیگه هم بتونن از نظراتتون استفاده کنن. شاید چیزایی که شما میگین به سلیقه اونا نزدیک‌تر بشه. خیلی دلم میخواست مغازه خودکشی رو داخل این ویدیو وارد کنم و راجع به اون صحبت کنم، اما یک نقدی دارم که دلم میخواد داخل ویدیوی بعدی باهاتون درباره‌اش صحبت کنم و دیگه انتخاب میذارم به عهده خودتون که میخواین بخونیدش یا نه، ولی جاش به نظرم در حال حاضر با این نظریه ها و فکرایی که من راجع به این کتاب دارم جاش به این ویدیو نبود. پس دلم میخواست بذارمش واسه ویدیوی بعدی که صحبتامو راجبش بگم، نظراتمو راجبش ارائه کنم و اگه میخواین که برید بخونیدش. نمیگم کتاب بدیه، چون ژان تولی قطعا نویسنده فوق‌العاده‌ایه و اصلا حرفی داخلش نیست، اما این کتاب میدونیم اونا که خوندن میدونم دارم چی میگم. اولش اصلا بد نبود. بذار اصلا چه دارم حرف میزنم راجبش، تو ویدیو بعدی ببینیم دیگه.
امیدوارم کتابایی که بهتون معرفی کردم براتون مفید بوده باشه، کنجکاویتون رو حداقل یکم قلقلک داده باشه که بخواید برین سمتشون، بخونیدشون، ببینید حرف حسابشون چیه. اگه سوالی هم داشتین راجع به هر کدوم که روند خوندن کتاب از هر کدوم از این نویسنده‌ای که بهتون معرفی کردم چه جوریه، حتما بپرسین. سعی می‌کنم توی یه ویدیو جدا حتما راجبشون کلی صحبت کنم. البته تو برنامه‌ام هست که یه ویدیو راجبش بسازم درباره اینکه بایدها و نبایدهای هنگام خرید کتاب و خوندن یک اثر از هر نویسنده چجوریه و چه استانداردهایی حداقل من دارم و میتونم بهتون کمک کنم راجبش. مرسی که این ویدیو تا آخر نگاه کردین، خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی زیاد کتاب بخونید.